تربوز بیا بچه. تربوز بیا. تربوز چند سمکه؟ تربوز اکا بخاطری خود من همین 5 تومن 4 تومن به تو. یا چه ارزش که؟ اکا خمال خاطری خود 4 تومن. کولی مشناب داره بی؟ خمال 3 تومن 90 درهم. روغن فروش. بابای ما. پولی چک پولی جو. پولی چک پولی جو. تربوز بیا بچه. چی شما خیلی مسخره بوده پولی چک می پولی جون بتون چرا میتونی؟ پولی چک میدم پولی جون بتون. پولی چک پولی جو. من نه پولی جو میتیم نه پولی چک. تو کی باید تا که پولی چک پولی جون میدادی؟ ما اکتیار رو مرا نشناختی. چی؟ اکتیاری؟ تیتانیک تماشا کردگی؟ ها؟ الان رو ما بازی کردگی. اکا ما در فرقشی تو اکتیاری تو منتیاری تو تیتانیک بازی کردگی مرا وظیفه مای پولی چک پولی جورا مدا بسپا پولی چک کجا نمیسپرم. حاضی من میرم رئیس بازار در عرض میکنم که یک تربوز فروشی سبزینه سرنگ چرکوردار پولی جو و پولی چک نمیسپره. بیزار کردی که چه خیلی آدمی تو. چک پول جو. خوش کنی صحبت چی؟ من رئیس جان راسته برنج فروش ها 236 سوم. آفرین. راسته گوشت فروش ها باشد 90 سومون. چرا اینقدر کم؟ رئیس جان من از کجا دانم؟ با من همین خیلی معلومات میدهم. من باشم با شما. درایه رئیس جان یک تربوز فروش نه پولی چک میده نه پولی جو. برای چی؟ وای میگه ما اکتیورو میگه تیتانیک بازی کردگی میگه نفهمیدم تماما. عجیب گپ میزنید. شما چی وظیفه‌تون رو نمیدونید؟ رفته پیش کرده گرفته بیارید. به دارو تربوز بیا. یا بچه تربوزی به دارو بیا بچه. تربوزی بدارو. ما پولی چک پولی جو نمیتیم. پولی چک پولی جو نته پیش رئیس میریم کس؟ چی نمیریم؟ پیش رئیس میریم. پولی چک پیش رئیس نمیتی. دست اگه؟ پیش دارو؟ دست اگه خودو میرم. دست مگیر سن پیش دارو؟ خیلی تربوزه من نگاه کن. تربوزه ترش کنه میبره پیش دارو. دست اگه؟ پیش دارو سیاه گفته خیلی تاکید دوری پیش دارو تو. راسته کارتوشکا و پیاز از رئیس جان 30 سومون. عموما پس فرو ما رفته همین کچکا پیاز برای چی کم میسپرم؟ من از کجا دانم رئیس؟ راسته تربوز و خربوز باشد 60 سومون. درایه بگی دست ها؟ سلام علیکم رئیس. و علیکم السلام. نه پولی جو میتی نه پولی چکه؟ رئیس مادا ممکن نیست پولی جو و پولی چه. ما اکتیارم. برای چی؟ اوخی من تیتانیک بازی کردگیم. ما رو نشناختی رئیس. تیتانیک؟ ها تیتانیک. معلومه؟ لبه رئیس جان. من نفهمیدم. همین تیتانیک غرق شدگی یا که سوختگی؟ چه حالی لباس پوشه؟ ها؟ تو یا رومالی کلان نمیپوشه لباس کلان نمیپوشه یا نداری لباس؟ کنی آتا؟ فریاد کن. تاخو؟ تاخو؟ آتا جان بیا آتا دو تی همی خانه کمپری و چش رایم خبر گیریم شه. کجا؟ خانه و چش خانه خشتامانم رایم میگم. و 2 هفته پیش رفته بودیم خونه و چش. و چی گفت؟ زنگ زدک دادرش که همون کمپیرم ازش گرفته یا خبر گیریم. وای برای خونه و چش به فکرم شوار کردگی نیست. این باید که در خانه خسر خشتامانش خدمت کنه. کم میکنه او خدمت را. بچم این کاری خیلی نمیشه. کلی نیجا بیا کو.
اوخی تو اکو شوهر کردی خونه خسرو خوشتومند آمدی باید خدمت خسرو خوشتومند بجاری همین آخران بار بچه فهمیدی ها؟ بله ماشینه در شب آیسته هیکن فهمیدی؟ برای که همین گازیلا دا بار میکنن 27-28 نفره اوخی ما پیشتر کار میکردیم شوفیر 10 سال من همین و تجربه کاری دارم من بعد کاتگوری دیگه گرفتیم این حالی برود نبرآورده یا خیلی 17 میخونه دست روی گازل شتای میکنه برای همین احتیاط کنیم این ماشینه احتیاط کن فهمیدی؟ در یگان کسر نگی آخه آتا جان در دورای دانشجویی همه قدر پیاده گشتم تاکی برف و باران ماشینا من نمیکردن اما عذاب کشیدم همون دوره من قول کرده بودم که اگر خدا صاحب ماشین کنه آتا جان پیره کلانه یاشای جوانای کدومش نباشه میگیرم شه در راه دیدم من اکو قول کرده که آتا جان فهمیدم لیکن بچه مال خود نو شوفیری بعضا های میکنی برای همین نگی فهمیدی؟ لیکن همین روز گشته بیاین که پگه وای حسار حاجی سعید خبرگیری میریم زیارت اخی ما رو وای اومد از حج اومد ما نرفتیم عثمان گفته بود مرا عثمان گفته بود برای همین همون حاجی را یک زیارت میریم بسیار نبست همین رفتیم خبر گرفتیم با بخزیم بیاین الهی آمین پروردگارا ساق و سلامت برین ساق و سلامت برگشته بیر الله اکبر رحمت استاد جان احتیاط کن بچه احتیاط کن هایکنه اوخیره نگاه داره با خیلی سامی گواه گذارن هایکنه بالا نمیاد هایکنه ساز نمیتونم گذاشته اکا بشی خاله ما؟ ها خاله نه بچه جون ما خطا نمیشناسم ای خاله آخی من خدمت میکنیم بشی ای خاله جان نفهمیده مرا من خاله جان من همین زمان من کار کردیم که همین صاحب ماشین شدم پیر و کمپیر کسی نباشه خدمت میکنم جوانی یاشته بیشی میبرم تو جای او گیرم بیا خاله جان هیچ گم من یعنی زن آخی به حساب دخترت خاله جان بیشی آخی نخواد کم خدمت نکنیم در همینجا آج ماشین بیشی خاله جان مرا نمیشناسی منم نمیشناسم تا یک خدمت میگم بیشی خاله جان نمیشینی ها؟ بچه جون لبن ما خطا نشناختم منم نشناختم خاله جان من قول کردگی بدم که خاله همین صاحب ماشین شوم خدا صاحب ماشین کنه همین پیر و کمپیر و یاش جوان در راه دیدم خدمتش میکنم خاله جان برکه میوبی بچه انشالله خاله بچه جون بو کشتنیم نبری نه خاله جان کجا کشتنی میبرم تا جا نفچسی خاله جان بچه جون با یک نوه که بیزنسمنم بیزنسمن؟ اوه نمی برای بار اومدگی بدم همه چایده گرفتیم نمی وفلی و پچینک چوپا چوپس پوفا کمتری چیزا که میگیرم در پیش هم مکتاو میفروشم بچه جون خوب خاله جان بسیار زود هم تا زندگی را پیش میبریم بچه جون بهتری بچه جون لبن میگم که با بیزنسمن بدن فهمیده کشتنیم نبری ما شما را نخواد کشتنی بریم خاله ما اگه همین گفتم یک خدمت کنیم ده خاله جان بچه جان من که همجا کده من که بچه جان میفروی خاله جان من که ما بفرم بچه جان این من میکنم این قصر روسیمه خاله جان در چشمت صدقه بچه که همجا کده بفرم این نه خاله جان خداوند نگهبانت باشه و سفرک تا خدا به خطر گردن الله اکبر خوش آمدی خاله جان خوش آمدی هزار رحمت بچه جان هزار رحمت بسم الله الرحمن الرحیم
بچه صدقه بچه جان اکه این خطا بخره نه او راه دیگری قطعی برین شما او بالا کتی راه بالا قطعی در بچه صدقه هزار رحمت خواب خاله جان مایلا مرویه کوری آخی ما برین کوری خدا کورت کنه فهمیدی کورت کنه و همین ما گفتم که همین ما را کشتنی برده استیان السلام علیکم. دولار جان امی تو را میبینم خرسان میشم. رحمت ابلا جو رحمت و برای کی تو من امی خرابه که خوش وقت راه گشتنم عذاب نمیکشی ها؟ من ما همه بازار پیاده همه عذاب کشیده اومدم تا اینجا. نمیدونم چیکار کنم که کم ترک خراب شم. گوش کن که ابلا من در مانگاهی رقم 14 رو خب در همانجا اصول نوی توبت هست برای خراب شوی او ما همین قدر دکترها رفتم تمام داروها رو خوردم برعکس فربه شدن گرفتم نه همون در مانگاهی رقم 14 14 یا یک 4 فهمیدم مالش پا دیده من دروی السلام علیکم. و علیکم السلام ممکن بیایید برادر این خبر بر جا مونده کجایتون درد میکنه؟ موی ریشم. موی ریشتان؟ ایست که برادر شما سحری چی خورده بوده؟ همین سهر خب نام یخ. ببخشید برادر شما را نه دردتون با آدمیزاد مانند است نه خوراکتان برای روزی کاری هم دراز مرا اصلا نکنید برای موی ریشم در میکنم خب مرحبا نوبتی کیست؟ ممکن بخود جان؟ ممکن بیایید بیایید سلام علیکم بیایید شیره مرحبا شیره اینجا نه برادر چی شکایت داری؟ دکتر جان لبه من میخوام کمتر خراب شد. شما به همین فربگیتون میزی با خرابشوی برای چی با؟ نه بسیار عذاب میکشم. عذاب میکشه؟ خوابه وقتی همین راه رفتن در خونه اومدن بسیار عذاب میکشم. شب خوابتون چی خیلی؟ خوابتون مز نمیبره؟ خواب نمیبرم. نمیبره؟ نفسم چطور میگیره؟ یکان آشیانه های بلند برمانن نفستان هم دشواری میکنه؟ همین 9 متر زندگی میکنیم نفس میگیره. ببخشید کنی یک دهانتون کم ترکه کشوید؟ خوب پیش یکان کسلی زرپروین دامانه نشده؟ نه خدا را شکر یکان کسل ندارم دکتر. خب نباشد یکان دارو دیگه خیلی دارو استفاده بوده برای خراب شوی؟ بردم. همه تمام این داروهایی که دکترها می نوشتن استفاده بردم. لیکن فایده نکرد. نباشد حاضر من به شما یک تا اصولی تبابت گپ میزنم. خب انا همون کتی البته خراب شوی می شود. سحری 4 دانه پیچه یک پیاله قیماق اوقات نصف روزی به 6 دانه پیچه یک پیاله جرغاد بگاهی باشد باز 4 دانه پیچه یک پیاله قیماق انا سلامت باشه سلامت باشه تیسر خراب شده ماله ریشم در میکنه دکتر جان لبد یک چیز رو نفهمیدم. چیز را؟ همین گفتگوی شما رو
پیش از خوراک استعمال کنم یا بعد خوراک؟ سردار اسم چیه؟ Давай. کی نیست؟ Hamma aslan. خب موضوع درس امروز بچه ها سردفتر ادبیات کلاسیک تاجیک ابو عبدالله رودکی درس امروز ما درباره قصیده شکایت از پیری خب بچه ها در درس گذشته کی تیار؟ سلام شما دستورالعمل مکتب‌های میانه عاید تعلیم و تربیت طالب علمان را آموخته اید؟ بله معلم جان چی بود؟ و چرا این پدر و مادرها شکایت کرده ایستادن آخر در پیش امتحان‌ها ایستاده است اون چخیر میشد این امتحان‌ها؟ تربیتشون خوب بچه ها را اما دانششون کمتر سست‌تر کوشش میکنیم که من آینده بهتر شود تعلیم و تربیت را درست کنید در پیش امتحان کوشش میکنیم معلم جان کوشش میکنیم چیه؟ موضوع درس گذشته غزل بوی جوی مولیون آید نه؟ کنی غزل عجب کردی؟ شین کنی اصلا آید غزل عجب نمی شین شما این قدر به سواده و آینده چی میشه؟ ها؟ نبیه پیسه نجو تو همین یک سوال اقلا جواب چکی من ترا ایسیم بسیم گذرانم همین پرته ایتی بیزار شد شاعره کلاسیک تاجیکی هم گونگی میرزا ترسونزاده نه رحیم جلی گوش کن صدرالدین عینی نه یک بار خریداری مکتب برو این طرف و اون طرف نگاه کن معینت کار فرمان میبینی کیه برو به سوا به سواد با ای درس داده پیش کردم های آتاکه همه خیل به سوادی میکنی درس خانی نمی شود صدقه همه خیل پدر شو صدقه همه خیل سر و لباس شو های به سواد شما فکر نکنه که این امتحان میگذره تبسم میکنی تا یافتم معلم جان کلی نامبر کو کی بوده؟ فراش اوچه اسماعیل